یک دو سه آزمایش. دو سه صدای منو دارین؟ خب خیر مقدم عرض می کنم خدمت تمام سروران خودم، تمام عزیزانی که قدم رنجه فرمودن با وجود مشغله کاریشون، مشکلات زندگی، وضعیت اقتصادی، شرایط روحیشون، بالاخره اونایی که خستن از وضع موجود، اونایی که ناامیدن از بهتر شدن اوضاع، اونایی که میگن دیگه فایده نداره و ترجیح میدادن نباشن این روزا، اونایی که اصلا مهم نیست واسهشون کی میاد و کی میره و چی سر مردم میاد، اونایی که انقدر تو فکر نون شبشونن که نمیفهمن حتی اگه از تو گوشه صدای بم میاد، اونایی که صبح تا شب دنبال یکی میگردن که تقصیرها رو گردنش بندازن، اونایی که نشستن کنار تا بقیه این خرابه رو بسازن. این فرهنگ خرابی که هممون تو خراب شدنش دست داریم. حرف امروز و دیروز نیست، ما خیلی وقته که امتحانامون رو پس دادیم، یا شاید فقط فرصت ها رو از دست دادیم. آره فرصت ها رو از دست دادیم چون خمار سه جور افیونیم. شناختن این افیونا کمترین چیزیه که به خودمون مدیونیم. افیون اول سیاسته، چون فکر میکنیم درد ما فقط شکل حکومته. نه آقا جون، این طرز فکری که نم کشیده، دشمن فکر رطوبته. سلطنتی، جمهوری، اصلاحات و چی ما هم یاسده خر شدیم. 100 جور حکومت اومده و رفته، اما ما هنوز همون مردمیم. همشون هم واسه مردم میان بالا و آخرش همین مردم گشنن. همیشه با همین سیاست بازی ها اعتماد تو مردم کشتن. جوری خمار این افیون شدیم که فکر میکنیم همه مشکلاتمون سیاسیه، که از لولوی دیکتاتوری باید در بریم و آرامشمون تو بغل دموکراسیه. دموکراسی که فقط اسمشو قشنگ میگیم، اما این باعث شده از رسمش عقب بمونیم. تو خونه هامون به هم ظلم میکنیم، اما تو خیابونا شعار میدیم و دنبال حقمونیم. نمیدونم یا همه وطنو کردن گوشت قربونی یا من دارم میشم دیوانه. جلوی چشمم یه ویرون است و از هر طرف تو گوشم آهنگ ایرانه. افیون دوم اقتصاده، چون فکر میکنیم با پول همه چی حله. همه دردمون میشه این که واسه یه لقمه نون بیشتر بزنیم سر و کله. حروم و حلالش هم مهم نیست، چون انگار شخصیت اجتماعی هر کسی به پولشه. هر کی چی باشه دو دستی چسبیده و زندگی پر از حرص و طمعش رو کولشه. قمار افیون اقتصاد شدیم، چون تیتر بزرگ روزنامه هامون نرخ ارز و دلاره. هر کی فکر شکم خودش و زن و بچه‌ش و کاری به هیچ چیز دیگه نداره. پول که شد همه آرزون، دیگه در کلاسا بسته میشه و در دکونا باز میشه. تمام رویای یه جوان یه خونه و یه ماشین و یه حقوق چندرخواست میشه. افیون سوم میتونه دین باشه، واسه اونا که تمام هم و غمشون دین ستیزی یا دینداریه. یه سری تو تنور دین نون میپزن و یه سری نونشون تو بیزاریه. یه سری خوشبختی رو فقط تو دینداری میدونن و سنگ دین رو به سینه میزنن. یه سری همه بدبختیامون از همین میدونن و زیرا به هر چی دینه میزنن. بدبختیای ما از هر چی باشه، من بهتون میگم از این نیست. این دینی که سرش همه به جون هم افتادیم که اصلا دین نیست. دینم مثل اقتصاد و سیاست ازش افیونی درست شده که واسه سرگرم کردن ماست، که حواسمون پرت بشه از مسئولیت اصلی که بر گردن ماست. اینو قبلا هم گفتم، وظیفه اصلی من و تو خدایی کردن روی زمینه. اما تا وقتی سر قدرت و پول و مذهب دعوا کنیم، وضعمون همینه. خدایی کردن یعنی قدرت خلق یه دنیای بهتر، یعنی آگاهی، یعنی قابلیت تغییر، یعنی حق انتخاب، یعنی تسخیر تمام قوانین، یعنی برهم زدن تقدیر. خدایی کردن یعنی تکه تکه بودن، اما حرکت جمعی به سمت یکی شدن و تکامل. زمین گذاشتن بار قضاوت ها و کینه ها و دشمنی ها واسه نگه داشتن تعادل. یعنی به خودمون بیاییم و به جای اینکه تقصیرها رو گردن هر چیزی بندازیم، جایگاه و مسئولیتمون رو در این دنیا بشناسیم و شروع کنیم این فرهنگ خراب رو بسازیم. جایگاهی که شکل حکومت ها، طبقه بندی های اجتماعی و اقتصادی، نوع دین و مذهب ما رو از اون دور کرده. حقیقت رو نمیبینیم چون این بهونه ها چشممون رو کور کرده. پس هر دین و مذهبی که داری، از هر طبقه اجتماعی که هستی، زیر پرچم هر حکومتی که زندگی میکنی، از هر جای این دنیا که هستی، اگه مادری و خونه داری با بچه های زیاد، اگه پدر زحمت کشی که صبح میره شب میاد، اگه کلات پس مرکز یا فکر میکنی زرنگی، اگه مرفه بی در
به خدایی